کشاورزان جوینی به امید برداشت دانه‌های گلرنگی‌اند که زمستان پارسال کاشتند. این روزها کشاورزان خوشحالند از نزول رحمتی که خداوند متعال به آنها ارزانی داشته. گلرنگ از دانه‌های روغنی است که کاربردهای زیادی دارد و در تغییر الگوی کشت کشاورزان به عنوان کشت جایگزین به آن روی آوردند. گلرنگ گیاهی است که نسبت به کم آبی، خشکی و سرما تحمل بالایی دارد و همچنین گیاه بسیار کم توقع هست و این گیاه وقتی که در تناوب با گندم قرار میگیرد باعث افزایش و پایداری گندم و همچنین تأمین دانه‌های روغنی می شود. دانه‌های روغنی از نظر اقتصادی نیز برای کشاورزان مقرون صرفه هستند. که گلرنگ بهاره هم یکی از همین محصولاتی بود که ما در تناوب کشتمون اضافه کردیم برای جبران خسارتی که سرما به ما وارد کرده بود. گلرنگ بهاره رو ما در اسفند ماه سال گذشته کشت کردیم. نیاز آبیش خیلی پایین‌تر از گندم هایی بود که ما به عنوان بهاره کشت کردیم. الان هم که در حال برداشت هستیم، راندمانش چیزی حدود 2 برابر، اگر از بخوایم به لحاظ ریالی حساب کنیم 2 برابر گندمی بوده که ما بهاره کشت کردیم. پیش بینی می شود از 35 هکتار سطح زیر کشت گیاه گلرنگ در جوین حدود 70 تن دانه روغنی برداشت شود. دونه‌های روغنی مانند کلزا و گلرنگ گزینه‌های بسیار خوبی برای تغییر الگوی کشت بخش کشاورزی اند، چون علاوه بر آب مصرفی کم تاثیر بسیار خوبی در عملکرد و راندمان برداشت گندم دوره بعد خودشون دارند. هادی اسماعیل آبادی، خبرگزاری صدا و سیما، جوین.